میخوام یه رازی رو بهت بگم که هر موقع کباب تابه مرغ رو اینجوری درست کردی، هر کی خورد سریع دستورش رو ازت بخواد. نمیدونی که چقدر نرم و لطیف و آب داره. ترکیب سینه بران مرغ رو با پیاز داخل خردکن بریزید. فلفل دلمه هم بهش اضافه کنید تا یک دست بشه. حالا این ترکیب رو با جعفری ساتوری شده، آرد سوخاری و نمک و ادویه کاملا با هم ترکیب کنید تا یه دست. سلیقان بکشید و 1 ساعت بهش استراحت. بعد از 1 ساعت میاریم بعد داخل تابه پهنش میکنیم. روش هم به این صورت خط میندازیم. به این صورت هم میتونید روی کبابا خط بندازید که قشنگ‌تر میشه. حالا کمی روغن مایع، زعفرون و کره بهش اضافه میکنیم. اول حرارت بالا باشه که آب نندازه، بعد کم میکنیم تا مغز سرخ بشه. یه طرفش که سرخ شد برمیگردیم تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. سعی کنید 4 طرفش رو حتما سرخ کنید و در آخر میتونید که همچین کباب تابه مرغ جذابی تحویل بگیرید و از نتیجه کار لذت ببرید. اگر از این رسیپی خوشت اومد ممنون میشم که لایک کنی و برای بقیه هم به اشتراک بگذارید.